فروپاشی رژیم بشار اسد هزارها عائله سراسری سوریه را که از سبب جنگ پهن و پریشان و یا از سبب مخالفتشان به حکومت در زندانهای این کشور بودند به هم آورد. اما هزارها ساکن دیگر این کشور به مانند ابتسام الندیف و ابراهیم درجی تا هنوز نتوانستند به سؤالها درباره سرنوشت نزدیکان بی نام و نشان شدهشان جواب پیدا کنند. یکی از فرزندان خانم ندیف را سربازان حکومتی هنگام عملیات در جنوب دمشق در سال 2018 به قتل رسانیده، دومی را در زندان مشهور سید نایا جای دادند. وقتی نیروهای ارتش سوریه به محله اصلی واقع در جنوب دمشق وارد شدند، افسران امنیتی فرزندم را به زندان سید نایا انتقال دادند. من پول دادم که پسرم را ببینم ولی از او آثاری نبود. ابراهیم دراجی که فعلا در اردوگاه یرموک به سر میبرد، در اتاقهای دهشتبار سید نایا آثار از پسرش عمر را جستجو دارد که سال 2018 به حبس گرفته شد. بعد از شکست رژیم بشار اسد در ماه دکمبر سال 2024 که حکمرانی تخمیناً 50 ساله عائله اسد را خاتمه بخشید، حاکمیت داران نو درهای زندان و بازداشتگاه ها را گشوده هزارها نفر را آزاد کردند. در شهر و دهات سوریه صحنه‌های پر احساس همایش با محبوسان رژیم به چشم خورد. ولی سرنوشت ناروشن فرزندان برای عائله‌های زیاد باقی میماند، زیرا معلوم نیست که در قبرهای دست جمعی سرشمار کی خوابیده است و سؤال دیگر هم این است کی برای این جنایت‌ها جواب می‌دهد. پسرم میگوید بس است، تو مردی سال خورده هستی، به خانه برگرد. من برگشتم، حال هم او را عمر ابراهیم دراجی را از روی رقمش جستجو دارم. آنها به محبوسان فقط رقم میدادند. رقم پسر من در اتاق زندانش 10912 بوده است. من عکس آن اتاق را گرفتم و برگشتم مراسم یادبود پسرم را گذرانیدم. اما برای هزارها عائله دیگر تنها عکس از اتاق محبس کافی نیست.